سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان. پس از مدت ها اومدیم به یه دونه ویدیو آموزشی خفن در حد بوندسلیگا، تایلند، نمیدونم این ورش اون ورش، همه جا رو میخوایم بزنیم بهتر کنیم. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که همیشه حالتون خوب باشه، جیباتون پر باشه، نمیدونم شمارات گوشاتون پر باشه، صفا باشه، جیگرهای منید همتون. من یه سری نکته برداری کرده بودم. خب خیلی سوال کرده بودم، پرسیده بودن آقا مثلا چه جملاتی به کار ببریم که مثلا واسه باز کردن بحث یا به خاطر مثلا حرف زدن، مثلا کسی از یه جایی رد میشه تو مکان خاصی یا هر جایی، چه صحبتایی به کار ببریم، چه چیزایی حرف بزنیم. بابت این موضوعات من یه سری موضوعات یادداشت کردم. دکتر هستم، متخصص قلب عروق، لب عروق، ریه عروق. همه چی از دستمون برمیاد. آقا من یه سری جمله هستش، اینا رو الان میگم، بعد میریم باقی صحبتون. یه جمله هست میگه که من فقط کسی رو اذیت میکنم که دوستش دارم. خب اینو میتونی کجا به کار ببری؟ اینو مثلا میتونی موقعی که از دست ناراحته یا مثلا یه اتفاقی افتاده یا مشکلی پیش اومده، میتونی بگی مثلا این کار که انجام میدم اگه تو نبودی که مثلا این کار انجام نمیدادم، مثلا کسی اذیت میکنم که باید دوستش دارم. این چی میگم؟ اینجوری میتونی بچسبونی خودتو به کار. این یه نکته. بعد یه دونه نوشته بود که هم دردی و هم درمان دردی. این مثل این مونی که بعضی ها میدی دردش همون درمونشه، داستان از میگه درد یه چیزی درمونشه، اینم داستان همونه. میگه تا این دردی که همون بلش کن، این اصلا به کار نبرید. من میگم نه اینم خوب نیست. آخه تو نباشی و روزامو با کی قشنگ کنم؟ آخه تو نباشی روزامو با کی قشنگ کنم؟ با الله اکبر. این جملات خوب به کار ببرید، این جمله ها زیاد به کار نمیاد. اینا رو حالا نوشتن اینجا، ما رفتیم گشتیم پیدا کردیم گفتیم واسه شما بگیم. این واسه کسایی که دوست دختر مثلا چیز دارن، مشروب خور دارن، میگم اینو برگرد بشه چطوری آدم، من این مثلا این نوشته چطوری آدم مشروب نخورده واسه تو میشه. تو مثلا میتونی این جمله رو تغییر بدی، میگن بابا دیروز مشروب نخورده تو رو دیدم، اصلا دیدمت همینجوری مستون چشمات شدم. اوه 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 اوه. جملات تاثیرگذار. حالا از اینا بگذریم، اینا جملاتی که میتونی توی عاشقانه طور به کار ببری. بعد یه چیز دیگه بهتون بگم. خیلی وقتا پیش میاد واسه شما که اومده باشه مثلا یه بار رفتی نشد، دو بار رفتی نشد، سه بار رفتی نشد. من بوده دیدم مثلا طرف 1 سال رفته نشده، اصلا نشه به جهنم که نشده. تو میتونی به راحتی، تو دفعه پیش گفتم من کلمات، اگه لایوهای من دیده باشید توی اینستاگرام هم ویدیو میذاریم خفن ایکس لارج، همه حتما نگاه کنید. مهدی قره بزنید، مهدی قره 100 اینستای منم میاد واسهتون، حتما فالو کنید. و اینکه آره کلمات خیلی تاثیرگذاره توی صحبت کردن، توی حرف زدن. شما کلماتی که میتونید همه چی رو برای خودتون بگیرید، با کلماتی که میتونید همه چی رو جذب کنید. کلمات خوب همیشه چیزای خوبی به آدم میاره. چی گفته؟ نه این به درد نمیخوره، دوست نداشتم. اینا جملاتیه که مثلا میتونی توی مخزنی نوشته که میتونی توی مخزنی از این جملات استفاده کنی. نوشته توی انتخاب نیستی، تو اولویت منی. اوه اوه اوه. خواهر اگه نمازتون دیر شده برسونمتون. خواهر اینا مونایی که مثلا چادری مادری این به کار اونا میاد. خواهر اگه نمازتون دیر شده برسونمتون. این لحن گفتنم خیلی مهمه از نظر من. تا هر چیزی رو به لحن درستش بگی بیشتر تاثیر میذاره. مثلا به دختر بگی بدو بینم مثلا بدو بینم یه آروم تره، مثلا بدو بینم یه جوری دیگه است. میگم
بسیار طرز گفتن داره. خیلی آروم بگی، مثلا بعضیا میبینی لحن صحبتشون میونه کلام، مثلا ما صحبت کردن که با تو یه دفعه میاد بالا. اینجا این بالا اومدن توی جمع خوبه، تو جمعی که مثلا 5-6 نفر هست، تو داری صحبت میکنی، 2 نفر هم گوشه دارن صحبت میکنن، همینجور داری صحبت میکنی، یه کوچولو نه که داد بزن، یه کوچولو لحن تو بیاری بالاتر، خودتو نه لحن تو یه کوچولو صحبت کردن تو بیاری بالاتر، اون دوتام جذب تو میشن. این از من داشته باشید. و اینکه تو مورفینی هستی که من دوستت دارم تا چی؟ تو مورفینی هستی که من دوست دارم تا آخر عمر به هم تزریق کن. برو بیشور از این اصلا نگید، حال نکردم. تمام داشته ها و نداشته هام فدای تویی که جانان جانان منی. به به چه سخنی، به به. دکتر گفته ویتامین یو لازم دارم. اوه اینم خیلی باحال میشه. بعد که رفتم دکتر اصلا انقدر وضعیتم، اینو من یه بار گفتم ولی تاثیرگذار بود واقعا. این یه بار این توی چت تاثیرگذاره. بعدش گفتم رفتم دکتر، دختره چی شد، چی گفت؟ گفتم که گفتش تو رو لازم دارم. بعد واقعا تاثیرگذار. هی پیامشو پیدا کنم واسهتون حتما میذارم. چی نوشته؟ آها اینم خوبه. اینم میتونی مثلا حالتی که میبینید بچه‌ها، طرف سیس میگیره، طرف مثلا یه چی میگه قیافه میگیره، میتونی یک این آدمی که تحویلش نمیگیره آرزوی خیلی هستا، اینجوری مثلا تیکه دار خیلی خفه میگه با من آرزوی خیلی هاییم، تو تحویل نمیگیری اصول. من بودم من که قید ماهو زدم، پس ستاره هاش مهم نیست واسم. آفرین خیلی تاثیرگذار بود. قلب من تا ابد و همیشه متعلق به توه. نه اینا خوب نیست. اینا رو میگم، همه رو میخونم که بدونیم ولی بعضی‌هایی که خوبه رو شما نکته برداری کنید. خانم پا نمیدی واسه رزمنده خانم پا نمیدی واسه رزمنده میخوام دهنتونو. هر کسی میره اما تو هر کسی نیستی. نرو در استواییه. یه دونه جمله دیگه هم بود من خوندم، چی بود؟ تو مثل همه نیستی، تو بله بگو. همه میگن نه تو بله بگو. یه کلمه باحالم هست اینجا نمیشه، موبایل یادمون افتادم. میگفتش که من شماره موبایلمو گم کردم، میتونم از من شماره موبایل شما رو داشته باشم؟ خیلی خوشحال میشم، خیلی عزیز شما. اینم باحاله، اینم میتونید استفاده کنید دیگه. شماره بدم پاره میکنی، قدیمی شده به کار نمیاد دیگه. مستقیم از کدوم راننده عینک بزن بغل، بعد بیا بغل. دختره باش فرمون نشسته عینک داره، ولی بگی که راننده عینک بزن بغل بعد بیا بغل. بعضی جمله هاشو واقعا چرته، ولی نمیفهمم، بعضی مثلا مفهومشو نمیفهمم. باعث افتخار از قلبم توسط تو بشکند یعنی چی؟ خب کجاش باعث افتخاری که قلبمو بهش بدم تو بشکنی؟ مثلا توی یزید، توی ابن ملجم، چرا باید بدیم؟ بنده باشه شکستهش باشه میدم اون کسی دوستش دارم میشکنه دیگه. چرا واقعا از کسایی که دوستشون داریم همیشه ضربات محکم تری میخوریم؟ تا بخوای جمله باشه تا صبح میگم با اینه چرت و پرت، دیده چی هم ما گوش میکنیم خودش شده یه چه علکی میدیستم با خودمونش صفای وجود همه تون. به مولا علی قسم میشینم اینجا تا صبح حرف میزنم، تا صبح میگم این جملات مثلا چیزی که تو ذهنت میاد، چیزی که تو ذهنت خارج میشه اونو میگی، اون خودش 1000 تا تاثیره. حتما یه چی بود، حتما یه چی اومده این تو کم در اومده دیگه. حالا اینا از این تو در اومده، ولی خب تا صبح بشینید نگاهشون کنیم خیلی از جملاتشون خیلی ساده است. چرا؟ چون چند تا کلمات تو میتونی با 10 تا کلمه راحت اندازه یه دفتر بنویسی. هی جا به جاش کن، از این کلمه به اون معنی میدی، با اون کلمه به این یکی معنی میدی. میدونی چی میگم؟
هرچقدر کلمات بیشتری بلد بشی، هرچقدر ذهنت بازتر باشه، هرچقدر چجوری بگم خب متوجه بشید، هرچقدر خلاقیت بیشتری داشته باشید تو هر سلیقه‌ای، تو هر کاری، خیلی بیشتر موفق میشی در هر صورت. تو صحبت کردنت باشه، تو کارت باشه، تو هر چیزی باشه، اصلا مهم نیست دیگه. خلاصه گفتیم بیاییم بشینیم صحبت کنیم، حرف بزنیم، دلمون باشه، چند تا جوک بخونیم، چند تا حرف بزنیم. دیدم چند تا جملات باحال داره، همینجوری داشتم میچرخیدم، دیدم خیلی باحاله، گفتم بیام یه ویدیو بگیرم، همه این جملاتی که میدونم خوب است و میشه انتخاب کرد به شما بگم. همین که خانم شماره کفشمو بدم همین که داماد خوب نیست، خواهر اگه نمازتون دیر شده به عجب انشالله که استفاده لازم رو کرده باشیم از این مدت زمانی که با هم صحبت بودیم، هم من تونسته باشم چیزی به شما گفته باشم آموزنده باشه، هم شما از این که ما رو نگاه میکنید لذت برده باشید با اون نگاه قشنگتون. منم تا صبح فقط شما رو میدم شما پاره کنید. عروسم بخواید میشم عروس ننتون، افتخارم بدید میشم زهربانتون. مولا حالا میگی اینا رو از اینجا در میاره، به خودم همینجوری هم میچرخم در نمیاره، اینا داخل ذهن میاد بمونم. آره خلاصه ساعت چنده؟ ساعت 12:30. ساعت 12:30 شب رو ویدیو گرفتم واسه عزیزای دل. زندگی درد گرانیست به هر کس ندهند، رفاقت بار گرانیست پر و کف. چی بود؟ یا پرید هستن چی بود داشته بود؟ رفاقت دور گرانیست به هر کس ندهند، پر طاووس گران است به هر کس ندهند. این درستش بود. دست اینو گفتم واسه کسایی که ادعای رفاقت میکنم، مخصوص اونا. ایشالله که همیشه حالتون خوب بشه، همیشه زندگیتون پر از چیزای خوب، لذت بخش، عالی. ما که همیشه سعی کردیم شما رو بخندونیم، آرزومون شما بخندید، حالتون خوب باشه. خنده‌های شما، انرژی مثبت‌های شما، با حرفای قشنگ شما ما هم حالمون خوب میشه. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که تک تک لحظات زندگیتون پر از شادی باشه. چش